سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انا و علیکم السلام. امیدوارم که خوب صحت سلامت باشید. من زن هستم، از ناحیه دنقره هستم. من هم همین شکایت خود رو میرسونم. پدرم کسل شد، بسیار وضبین شد، در اسکاری پامش ما زنگ زدیم اومدن تا پدرم را بردن. مادرم در خونه از بیماری همین خیلی وضبین، خواهرم همین خیلی، کودکا همین خیلی وضبین قبول نکردن. ما وقتی پدرم 13 روز در بیمارخانه دنقره خواب کرد، علاکه ما 1800 سومون ما را از خود کردیم. ما میبینیم در شبکه‌های اینترنتی بسیار دیدیم که برای کرونا ویروس از دیگه دولت های آوردم شد، نه که علاکه ما ندیدیم. وقتی پدرم بیمار شد ما 1800 سومون ما در اونجا از خود کردیم. ما مردم دنقره هستیم برادر، ما آب میخریم. کنی پیشروی پرزیدنت، ما آب 150 سومون میخریم برادر، یک ماشینا 150 سومون میخریم. علاکه ما با او را به یک اکانومی ما استفاده میبریم. کنی میگن که پرزیدنت پیشروی داره، کدام آدم میگه بیا من کامیرا میکنم تمامی نمی پسیالکای نمی دنقره را من میپرتم بینین که مردم چی عذاب در زندگی میکنن، چی عذابای ما دارن در جمع. ما وقتی باران میباره برادر عزیز، علاکه ما ای خونه به راه کلان ما راه گشته نمیتونیم. از چی نمیتونیم؟ هم از زمین های ما لای هستن، ما نمیتونیم. ما موزه میپوشیم، ما برای کلان میبریم برادر عزیز. کی میگه که پرزیدنت پیشروی داره؟ کنی پیشرویش زمین به پول کرد برای مردم که دنقره کلان شود. علاکه 8 ساتیق زمینش 3,500 دلار برادر عزیز. من 6 سال در مهاجرتم، علاکه یک زمین خریده نمیتونم. یک قابچه‌وار در برای خانواده‌ام 250 سومون 280 سومون خرم برادر. در کجا برم شکایت میکنم؟ کی پرزیدنت میگه؟ کی دولت میگه که دولت ما آورده بهشت تاجیکستان ما 1 کیلو گوشت من رمضان پدر مادر من گذرانده، مزور ما به گوشت نرسید. من زن مهاجرم، پدر مادر من در خانه رمضان به گوشت گذراندن. کی میگه؟ کی میگه که دولت ما پیشروی؟ کی میگه که پرزیدنت آبادی کرده است؟ کنی پیوست کن همو انسانی را که آبادی شدید است، کنی در نتیجه نشان بده که نه. آبادی را در چی میبینن؟ در دوشنبه در 2 اتاج خزوندگیش میبینه علاکه یک خانگاه و 33,000 دلار. برای 30,000 دلار ما مجبورم که 10 سال 15 سال در نای مسکو کار کنم. علاکه هم را میروه، فرزندای ما بازن شور میشن، من نمیبینم کلان شوی ورا. کوی را کی است کو از همو طرفدارای گفت همو گپای مومای رحمون همو انا اوانگارد یک گروه هر روز در سایت نمی من زنی اینای دنقره هستم برادر. پیوست لوگوی چه پیوست که من قطشون گپ زنم، من کو گپ زنم. کی میگه کی پیشروی داره؟ کی میگه؟ بله این است همون هایی که طرفداری ای همو حکومت میکنن، همو پرزیدنت میکنن برادر عزیز، همون ها فایده شون ای همو جا میرسه. فایده فقط برای اونها. میبخشین مادر مرا خالم در دنقره زندگی میکنه، پیش ما خورتر بودیم میرفتیم دنقره هم خیلی بگیم او میخریدن برادر او میخرن دولان یا او میخرن یک رسا میاره 150 سومون برادر. عجیبیشی بود که سهر قطعی دست رو باید در درون تقاره بشوی باید او را مرغا بخرنده اگر در زمین میشوشتی کو دست رو. بله همه خیلی برادر عزیز، همه خیلی آوازی میدروندن. ما خیلی مایده بودیم که آوازی میدروندن. اول ما را در درون تقاره 2 تا تقاره میموندن، در تقاره میدوندن، اول تر میکردن، بعد میبروردن در تقاره صابون مون میکردن که صابون هم میپرتن دیگه را هیچ خورده نمیشود. ما دولان یا برادر بعد با تقاره دا میدوختن ما. بله دولان یا و 150 سومون میخریم برادر. هر ماهی 130 سومون 130 سومون یک تا ودپروت که در یک سری کوچه هسته
هر یک آدمی که در همون کوچه زندگی میکنه سری هر خونه 130 سومون سومی آو میسپرم به غرضی که ما آو میخرم. برادر عزیز درختای ما قاق شدگیان. من مادر یک برنامه کردگیم همین روز که کرس در باره همون درختو هسته، یعنی که چی خیل درختو را پستایان آو گتی حتما این همی کانال در شما پادپیشت سکنین. ما همون ویدیو را میپرتم چی خیل همون آو میتین که پستایان آو میخره همون درخت. برادر پدر ما باغ مانه انشالله نصیب کده باشه را برادر ما همه نمی کوچه به کوچه دنگره را کمیره میکنم، خانه به خانه شا عذاب همه مسلمان را کمیره میکنم. نمی سپیسه نداره نمی سایتا میپرتم که ببیننم پریزیدنتی که میگن که آبادی برای ما کردگی ما طرفدار پریزیدنت همون انسان هایی که در شرایط خوب زندگی میکنن الکه به شرایطی را ببینن که همه مسلمانان در کدام شرایط زندگی میکنن. بله من میدونم آخران با رفت بودم دنگره همون کوچه ای که هم تیراتوری تو پیش بزرگ یک تا همون سنترال راهی که همون گذشتگی است هم عجیب میشه یادم نمیبره بزرگ اومدم گفتن که اکا ساموسا بگی خیلی گفتم مالی گفتم ساموسا بچیه که اکا گوشتی گوسفند قطعی دنبای گوسفند قطعی ساموسا گفت ما همه خیلی ماشین در گوداکا بود گفتم خیلی 20 تا گرفتم آوردم دوباره که 20 ساموسا یک گوش نگرفتیم ما پیوز بزدیم اومدیم. برادر ده برادرم در زندان هستن الکه شاید که صحبت زندان هم نباشه الکه میخوام این موضوع را با یک باریکه مقصد زنده کنم. دو تا برادرم در بازار کاروان سودا میکردن و یا تجارت چون بسیار هم تجارتی خوب بود کلان بود و یا را همه که آدمای ای نالوگ جقیدن ای طرفی همون کوچکو جقیدن ای و یا ای دیگر مملکت ها بار مقصد چی میکردن میگرفتن به نرخ ارزان اینجا دا میفروختن. همین دو تا برادرم به همین خاطر همین حکمت حرام پدنالن به همین کثافت کثیف دو تا برادرم زندان شد. برادر عزیز برادر من زندان شد چون صوت برادر من را میبرن پدر من نمیبینه سوچه چون مادر من نمیبینه چون برادر من نمیبینه. برای چی؟ برادر من آدم نکشته بود، برادر من دزدی نکرده بود، یگان جنایتی وزبی نکرده بود که برادر من را صوتش سکرید نشیدگی. برادر هر برادرای من سود چون سکرید نشدگی وقتی ما در تلفن قطعی و یا گم میزنیم میگم که برادر برای چی تو ما را دعوت نکردی خانواده که سود را ببینن؟ اپا میگه مادر عزیز اوتا میگه سود ما سکرید نشدگی نخوا که شودن تو سود همه آدم ببری در گردن یا چی 10 سال بزنی یا چی 17 سال بزنی. در کجا بریم مراجعت کنیم؟ برای چی مادر امروز با بیماری گرفتار شده است؟ مادر مکلای وزبین شده در خانه برای 2 تا برادرم. همه قانون برادری عزیز فرزندای وای فرزند هستن، فرزندای در بهترین شرایط زندگی میکنن در نزدی او هستن مگر فکر نمیکنه که خودش یک پدر یک مادر است. مگر فرزندای مردم فرزند نیستن؟ برادری عزیز ما را فرزندامون هر روز مرده هاشون ایجا میبرن، زنده هاشون بیمار میبرن ایجا. انسان اگر کافر باشی در یک بیماری یک غریب دلت ها میشه. برادر عزیز وقتی عزت همون در همه حالت غلطید. من یک زنی هستم که مهاجرم، هر چند رو در تلفن دیده باشم در همون تلفن دیدم من همون شخصیتم. حتی من برای همون انسان گریه کردم که ما او این روزایی که در برادر عزت همون دیدگی ما این روزا را دیدگیم. برادر عزیز من شخصم خودم وقتی که با او عکسا با او کارهایی که باید میکنن من نگاه میکنم من دلم او میشوه. من خودم 5 ساله برادر در مسکو کار میکنم، خونه کردن نتونستم، یگان کار کردن نیستم. الکی سلامتی من دست دادم برادر، سلامتی من دست دادم دیگه هیچ کار کردن نمیتونم. کجا را شکایت کنم؟ کی میگه پریزیدنت؟ کی میگه که دولت؟ کی میگه آبادی؟ کنی همون انسانی که آبادی میگه برو نجا گپ زن. من گپ زنم که ما آو میخرم برای پدر مادرم، آو میخرم در حلق پدر مادرم آو با استکان میتم. برادر عزیز تو در کجا گذیسته؟ در کجا زندگی داری؟
ابی حاضر ما پسیالکه که زندگی میکنیم برادر عزیز همین گونه است آبش بفروشه همه چیزش پول قطعه برادر همه چیزش پول قطعه در رخش گذاشته نمیشوه برادر آبادی همو پریزیدنت در چی میبینن در ساختمان اتاجی که در نمو دوشنبه ساخته است آبادیش در نمو میبینن فرزندای مردم سالهای سال میشن که غریبن چایخانه نوردین در سنتر دنغره ساختگی که چایخانه نوردین او برای همو خودشانه برادر و برای همو پولدارای برای آدمای کمبغل جای نیست وقتی ما پدرمون بیمار شد و بیمارستان زنگ زدیم گفتیم خیلی نجا خوش که گفت اینجا برای آدمای چی هم برای آدمای چی هم گفتیم برای آدمای که از طرف حکومت میایم بیمار میشن اینجا عدل نیای اینجا ممکن نیست پوز در همو خونه خواه گفت چنیاش در همو خونه بگیره همه امرو دنغره میورتوی دنغره را آباد کردنی است نتونسته استاید امو دنغره میورتوی است و ای وقتش میورتوی زونه بود دنغره همه قد کوشش میکردن آباد کنن همه قد کوشش میکردن تلاش میکردن نمیشید برای که اونجا باز کار کردن در کار بود یعنی دیگه سیستم قطعی امروز امام علی خلق آورده دنغره را شهر دنغره کرد اونجا قشلاق بدول قشلاق بعد بر رایون شد بازی شهر کردگی است کجا اول بعد رایون نام دادن اما رایون دا اون نامش نمیزیبید برای که مایده بود یعنی که توغری نمیگرفت رایون دا به هر حال که همون استوشی که همون راهی چی بدن دا که گفتن توغریه نه که امروز آورد خلق آورده است اهالیش زیاد کرده شهر کردنی است اونجا دنغره زونش بیچاره یک زون ایده هست که یا پوستینی هست اونجا یا پوستینی هست اونجا خاطری که اونمو خیلی نمیدونم برای چی در اونجا مردم آباد کرده شدگی اونجا پوستینی هست اونجا را باید یگان سیستم های نو یا پریدومت کنی برای زندگی انسانو نیست هیچی نیست نه زواد است نه فابریکه است نه یک چیزی است که یک مردم در اونجا زندگی کنه اونم گاو گوسپانوانی است اگه اونجا را نامی که شهر گرفت دیگه در دن شهر دنغره مثال با انسامبل گوسفندو نمیشه واقعی تره کنیمش که مثال مردم در شهر گاو گوسفندی کنه خلاص یگان سوخوزای کلخوزای نام بتن بله برادر عزیز ما قشلاقی که برادر عزیز ما قشلاقی که ما زندگی میکنیم در اونجا مکتب نیسته الکی مکتب برای فرزندای ما نیسته مثال ما فرزندای ما وقتی مکتب رخی میشن ساعت 6 میخیزن 6-7 ساعت و پیشکن بعد دیگه پسیالکه را میرن در اوجا میخونن پیشکن میرن زمستان در نمیقه برفای در نمی میانت برفای برادر فرزندای ما پیشکن به همونجا را خوندنی میرون اینا امام علی میگن آباد کرد میگه امام علی آباد کرد میگه کوی آبادی باغ نمیبینی میگه این آبادی را نمیبینی میگه نخواد امام علی که در دنغره مکتب نباشه غمخور میلت میگه کی میگه که غمخور میلت های کی میگه اینا همسایه ما برادر عزیز همسایه ما در امنیت کار میکرد من نقل میکنم من همشه یک تا نقل میکنم در امنیت کار میکرد علاقه وقتی که اون میگه که ما آدمو را دستگیر میکردیم برادر میگن در همی چیا در کارخانه های همی چی در عدلات ما را میت رو وردیم آدم های قپیدگی مونم می آوردیم پسته میکردیم برادر آدم که در امنیت کار کردگی با زبانش نقل میکنه آبی چشم روش میریزه که من همیشه گناه کردگیم در حق برادرای بیگناه که من وارا پسته کردگیم با فرمانی چی با فرمانی که ای بالا مورد دادگیم که نمیشه آدم باید پسته جا ما آدم را پسته نکردیم می آوردیم در امنیت پدول دارن میگه بسیار پدول برادر که در پدول کفل چندگی میگه برادر میگه در بر کفل خون چاشیدگی در اوجا میگه در سری همون مسلمانایی که بیگناه هستن میگه لطای سیاه را میکشن اینجا میبندن بعد یک نمود میگه میزنن که باور که میگه کیا میگه در اوجا کار میکنه در اوجا آدم که مادر تربیه کردگی و کار کرده نمیتونن آدمایی که به مادر مقصد تربیه یافتگی هم برادر عزیز
گویا که یک وحشی هم بی‌رحمه. اسپیشال نمی آدم ها را در پدول کار میمونن. آدمایی که پستوید میشن برادر عزیز در پدول میمونیم، گفت گردن ها را اینجا میبندیم بلکه سیاه و بعد میزنیم. یک نمود میگه میزنیمش که مرده نمو آدم هم نکشته، همون انسان با کلا میگیره که انده ما حذابی همجا خلاص شم. او میمبره میگه آدم حکومت میگه میمبره، اپا میگه میمبره میبرن ایلوبا جفرش میتون میگه خودش پرید مرد، دیلش جقید مرد و اسپیسیال میبرن در بلینسا میگن که دیلش کفید. اپا میگه او را دیلش نکفیده، هیچ جاش نکفیده، نمو زدن برابر مردگی میگه. نمیخه مرده ها را ما بردگی در بلینسا پستاید کدگیم که چون مردگی خچه پرتگی. بچه وقتی زیالین می نویسه همه چیز دل شوبه میکنن، دل میگه زیالین می نویسم میگم بس میکنم کارا. وقتی که سکریتی حکومت در دل من هست میگن مرا اگراژت کردن که مطرح لوبای توچکای زمین تاجیکستان میوه میکشه میاریم. بچه آمده است مدت 3 سال میشه در مسکو تاجیکستان رفته نمیتونه. ای چی را؟ ای تحقیر پریزیدنت، ای تحقیر حکومت که ای آدم باید یک روز میآید اینجا سری حکومت میبره. برادر عزیز نه سیرا است در نه حرامی های لعنتی های پدنالتو، یا یک کسیفن، یک خدا زدن، یا یک لعنتی، یا خدا نمیترسن. مادر من در این حادثه را یک شاهدش بودم. همین حالت که شما گفتین، یک پیونسکر آوردن بگیم مست در کوچه غلطیدگی خواب بوده است، چیکار بوده است، آوردنش زدن سلفی فرمی چی کردن داکومنتش ده. یک تشگش گفت که آدمی 20 میلیون را نمیدونه تو چی خیلی را سلفی زده ای؟ گفت که در بین سلفی ها میپرتیمش یاد میگیره 20 میلیون. پیونسکر بدو هیچ چی را نمیدونه، آوردنش شاو پیون افرمی چی کردن. یک تشگش گفت که یه بچه 20 میلیون را نمیدونه. گفت چی خیلی بیا اگه چیز دیگه بزن شوخی. گفت ما در رزولتات در کره. بله برادر عزیز ترما پر شدن. برادر عزیز ترما پر از برادرای ما شدن، ترما پر از برادرای ما شدن که برادرای ما بیگناهن. همه مسلمانای ما در زندان بیگناه زندان شدستن. برادر عزیز او فرزند یک مادرن. خب مادر، اصلا امروزه موضوع ما شما را خیلی گوش کردیم برای که هر یک انسان ما باید درد گوش کنیم. امروزه موضوع ما سری بود که جیانوی پرزیدنت بعد از مردن مومای قربانبی، خطا نکنم خواهر پرزیدنت قربانبی رحمان، فرزندای او رفته سردخترو را و بگیم که وزارت طب یعنی که زده معیب کردیان که چرا مادر ما مرد شما پسند نکردید. چی فکر داره؟ در دنگره باشین؟ چی فکر دارم؟ هر روز فرزندای مردم میبره، فرزندای مردم حتی چشمت نمیبینه، نظرت نمیگیره. وقتی که امروز یک تا پیوند خودت از دنیا گذشته است، امروز سردخترها چی گناه دارن؟ گناه سری و چیست؟ چی سری و چی است؟ هیچی. هر کاری که و اگر بیمار شوم برای و به پول وای بر حال کم بغل برادر عزیز که اگر تا پول نتید در بلین سرش نمیتین برای و به پول ویستی دخترها می جنبن برای کم بغل نه زدیان. یعنی که زدیان جیانوی پرزیدنت باز یا باشی دیگه که دختر وزیر یا را زدگی هستن. یعنی که همش بیدار شون نگاه کنن که حکومت چیست، دولت چی است. بهشت روی زمین میگن، کنی بهشت روی زمین که در بهشت روی زمین زندگی میکنه. اگر وای بهشت روی زمین باشه این شهر بچه های ما هیچ وقت درجه 3-4 سال 5 سال از زن فرزنداشون از پدر مادرشون دور نمیگردن. برادر عزیز وای بر حالش. نمی من یه زن غریب هستم، از نوعی همون هستم. نمی وقتی مادر من هر گاهی که من زنگ میزنم گریه میکنه، همین دعای نه مظلومو همه را بگیره پروردگار خورش کنه. خداوند هم خیست با عذاب جانش بگیره با یک مشقت. آمین. تشکر مادر عزیز برای فکر و نظر. سلامت باشین برادر عزیز. اگر گنگب خطا گفته باشم عذر بسیار از